طب سنتی: کمردردی داری؟ پادردی داری؟ معده دردی داری؟ مشکل جنسی داری؟ چند سال از عروسیت شده طفل نداری؟ افسردگی داری؟ مشکل جلدی داری؟ پس در برنامه طب سنتی ما را دنبال کنید. سوالات صحیتان را به شماره واتساپ برنامه ما بفرستید. ما به عرصه وقت جواب شما را می دهیم. وطندار عزیز، مجدد سلام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب و خوش باشین. باز یک برنامه یوتیوب دیگر در خدمت شما هستیم با برنامه طب سنتی. برادر ما پرسان کردن که جناب دکتر صاحب که من در اجرای ادرار خود سوزش دارم و وقتی که ادرار میکنم بسیار سوزش شدید دارم. آیا کدام راه درمانی هست؟ میریم بشنویم که دکتر صاحب در این باره برای برادر ما چی گفتن داره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر محترم، شما که در تخلیه ادرار مشکل دارین و سوزش هم دارین به سبب غده پروستات، شما تو کنین که سرطیجات کم بسین که همینجا زیاد بسین و خود به خود حل میشه مشکل. شما از دوا که اکثر که و دوا با مشکل شما چندان ربط نداره و استفاده دوامدارش خوب نیست. هر کدام دوای کیمیایی که است استفاده دوامدارش عوارض جانبی داره حتما. بنا بهتر است از اون استفاده کنین. سرطیجات چی است؟ خوردن مثلا چربی گاو نخورین، گوشت گاو یک چند وقت نخورین. گوشت گاو هم سرد است. گوشت گاو، چربی گاو، پنیر، این چیزا برای یک چند مدت نخورین. ماست میتونین بخورین، ماست خانگی اگر باشه، اما دیگه چیزی که از گاو می باشه برای تا وقتی همین مشکلشون برطرف شود استفاده نکنین. از گشنیز استفاده نکنین، یخ است. خب دیگه شما چی کنین؟ سیر در برنامه غذایی هفته یک بار سیر بخورین، سیر خام، سیر وطنی البته. این بسیار مفید است به خاطر کوچک کردن غده پروستات. ما زردچوبه با کیفیت باشه، همچنین قاشق غذاخوری در برنامه غذایی علاوه کنین. و زنجبیل به جای چای زنجبیل دم کرده بنوشین. زنجبیل بسیار مفید است. و دیگه روزانه یک مشت چهارمغز هم بخورین. یک مشت چهارمغز معادل 3-4 دانه میشه. با یک وقت معین، مقدار معین. تو بی‌نظم نخورین که هر وقت دلتون شد بخورین، او کار نکنین. بعد از او آب جوش بتین، از آب جوش بنوشین. آب جوش نشده ننوشین. این غده پروستات آهسته آهسته خرد شده میره. و همچنان یگان وقت همیشنی شما 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب داخل یک گیلاس آب گرم علاوه کنید و در وسط غذا بنوشین. یگان درستی روز بعد یک بار. این هم مفید است. ماست خانگی میتونین که بخورین. وقتی غذا میخورین بالا غذا علاوه کنین، اما غذا یک جا بخورین. ماست خانگی باشه خوب است. خب بعد از او وقتی که شما سوزش ادرار دارین یا ادرار شما درست خالی نمیشه، وقتی که شما دستشویی میشین یا در بیت الخلا می باشین، شما یکی راست بشینین، خود خم نکنین که به سبب غده پروستات اما مجاری ادراری بند میشه. خم نکنین و دیگه پاهایتون کمی باز بکنین، باز ادرار با حالت عادی خارج میشه. تشکر میکنیم از دکتر صاحب که یک راهنمایی مفیدی برای برادر کردن. امیدوار هستم که برادر از این راهنمایی دکتر صاحب استفاده کنه. تا برنامه بعد شما را به الله منان میسپارم. طب سنتی: منتظر نظریات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شماره واتساپ برنامه +93 744 092 548.